شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه عشاق چه شیدا شدنیست. نفس اماره در این ماه به زندان بکنید، سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. قدمی تازه به دروازه ایمان بزنید، خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکنید. موسم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت و به پژمرده روان باد صبا می آید. فرصتی بهتر از این ماه کجا می باشد، که در آن بخشش هر جرم و خطا می باشد. همگی با دل و جان خدمت مهمان بکنید، چون که مهمان همه ماه خدا می باشد. موسم سبز مناجات و دعا می آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید. مژده بادا که به تن روح دمیدن بگرفت و به پژمرده روان باد صبا می آید. سائلان را به سر سفره خود راه دهید، تحفه عشق به هر مفلس و هر شاه دهید. با یکی خیر هزاران به تو برخواهد گشت، هرچه در وسع و توان است در این ماه دهید. قدر این ماه بدانید که تکراری نیست، آن که در خواب فرو رفت بیداری نیست. شوق ایمان که نباشد به دل پیر و جوان، تا که دینش شده خشکیده و پرباری نیست.